رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده غالب آزمون جمهوریوی آموزگار سال تاجیکستان 2019 دلافروز کریمова را به حضور پذیرفت و با این دستاورد نامبرده را تبریک و تهنیت نمود. معروف محمدزاده گفت که این پیک نشان‌آور در آغاز سال 2020 خیلی رمزی بوده برای تمام ساکنان شهر خوجند از جمله معارفچیان شهر قوه و الهام تازه و نو میبخشد. اگر سال گذشته از میان معارفچیان شهر غالب آزمون جمهوریوی مربی سال برآمده باشد، سال جاری آموزگار سال تاجیکستان نصیب این شهر باستانی گردید. این همه از زحمت شبانه روزی جامعه مهنتی شعبه معارف درک می‌دهد. البته معارف این یکی از سمت‌های افضل‌الاخلاق سیاستی خردمندانه پیشروی معظم ملت و معین کرده شده و کم وقت در همه جلسه‌ها مخصوصا در ساحه معارف استفاده می‌کنند، زیادتر می‌ایستند نسبت به دیگر ساحه‌ها. از ولایت سود البته دستاورد خیلی بزرگ است. من از نام مقامات اجرایی کمیته دولت شهر خوجند از نام خودم همه شما معارفچیان نسیم شما تبریک میگم، خصوصا معلم شما با این دستاورد تبریک میکنم. شهردار اظهار امیدواری نمود که دلافروز کریمova دانش و تجربه خویش را برای تعلیم و تربیت نسل نوروز فراوان استفاده می‌نماید و چون صاحب تجربه و برنده آزمون جمهوریوی آموزگار سال تاجیکستان 2019 برای دیگر آموزگاران شهر مایه افتخار و پیروی می‌شود. غالب آزمون آموزگار سال تاجیکستان دلافروز کریمova از این توجه و دستگیری دائمی رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده اظهار مینتداری بیان نموده تاکید داشت که بهر تربیت خودشناسی و خودآگاهی نسل نوروز از دانش و تجربه‌اش فراوان استفاده خواهد نمود. برای گذشتن از همین این آزمون ها من هم روزه حرکت کردم که تا که نام خوجند باستانی را بلند بردارم و سزاوار جای اول کردم و در نتیجه آزمون با گرفتن 205 سال من غالب آزمون دانسته شدم و امروز من فخر از آن دارم که شهروند شهر خوجند هستم. افتخار از آن دارم که در چنین یک وطن بهشت آسا در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی میکنم. افتخار از آن دارم که تاجیکستانیم، اولاد مشهور کمال خوجندیم. یادآور میشیم که 8 ژانویه سال جاری در تالار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مراسم جنبست آزمون جمهوریوی آموزگار سال تاجیکستان 2019 دایر گردید و از میان 5 نفر داوطلبان این آزمون دلافروز کریمova آموزگار فنی زبان انگلیسی لیسه فیزیکی متماتیکی رقم 1 شهر خوجند با به دست آوردن 205 خال شاه جایزه آزمون را به دست آورده سزاوار عنوان بلند آموزگار سال تاجیکستان 2019 گردید. در مراسم جنبستی به دلافروز کریمova نشان رمزی آزمون 4000 سامانی مبلغ، نشان علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دیپلم وزارت معارف و علم، افتخارنامه اتفاق کسبی کارمندان معارف و علم و راهخط به یکی از آسایشگاه‌های مملکت تقدیم کرده شد.